حرف اضافه این قبل اسامی قرن ها میاد. مثلا in the 20th century به معنی قرن هستش، پس در حالت کلی میشه در قرن 20. قبل اسامی سال ها میاد، مثلا in 1990 در سال 1990. میدونید که اعدادی که 4 تایی هستن باید دوتا خونده میشن، پس میشه 1990. قبل اسامی دهه ها میاد in the 80s یعنی در دهه 80. دورهای طولانی مثلا ice age که به معنی عصر یخبندان هستش in the ice age. البته د قبل اسامی که قبل اسمهایی که اولشون حرف اولشون حروف صدادار هستش دی تلفظ میشه، پس میشه گفت in the ice age. in the present یعنی در زمان حال. in the past در زمان گذشته. قبل اسامی ماه‌ها in April یعنی در ماه آپریل. قبل قسمت‌های روز مثلا in the morning in the afternoon in the evening. و قبل اسامی فصل‌ها مثلا in summer